من امروز اینجام تا 5 تا گجت رو بهت معرفی بکنم که زندگی تو عقب راحت‌تر بکنه. ادامه ویدیو رو از دست نده. همون جوری که اول ویدیو بهتون گفتم، ما اینجاییم تا با هم دیگه 5 تا گجتی رو ببینیم که بتونه زندگی ما رو راحت‌تر عقب بکنه. بخوایم بریم برای اولیش، بعد به کیت تمیز کننده اشاره بکنم. این اینستا زیاد دیدیم هممون. خب این ورش برس داره که میتونه کیبورد و اینا رو به راحتی تمیز بکنه و حالا چیز باحالیه. یه کاره دیگه. حالا یه اسپری هم داره اینجا خود محصول. اسپری میکنه، آنچنان جایی نداره ولی خب بالاخره جیبیه دیگه، به کار میاد. و حالا جا بره. خب یه چیز دیگه هم که این محصول داره، من خودم ازش خوشم اومد، این هستش. از بغل به بالا کشیده میشه، همونجوری که مشاهده میکنید. برای جای ریز و اینا رو به راحتی برای ما تمیز میکنه. حالا یه دونه دیگه همین ورش داره که اینجا شدن برس داره که میتونه کیبورد و درز و دورز و اینا رو تمیز بکنه. این سرش هم یه نوک تیز داره که برای جاهای دیگه خیلی ریزیه که دستمون نمیره تمیزش بکنیم و اینجور چیزا. خب یه نمره‌ای هم بهشون بدیم از 10 دیگه. شما هم تو کامنت ها یه نمره‌ای بدید. من به این محصول از 10 خودم شاید چند بدم؟ از 10 من میخوام به این محصول نمره بدم که بذار یه تست بکنمش. نه حاجی بکاره. بهش شاید نمره 4 رو بده. خب یکی دیگه از محصولاتی که امروز میخوایم با هم دیگه بررسی بکنیم این کیتاست. چیز باحالیه، من خودم دیدم خوشم اومد. برای برند پروانه. بازش بکنیم. خب یه موضوعی که وجود داره، در کیس که باز میشه، این داخل کلی ابزار داره که به کار ما میاد. مثلا اولیشو بخوام بهتون بگم، این تایپ سی به لایتنینگ خیلی باحاله. این طرفش تایپ سی ما میخوره و خروجی لایتنینگ بهمون میده. برای خیلی جا به کارمون میاد، هممون گیر کردیم. حالا یه موضوع دیگه هم که وجود داره این یکیه که این طرفش تایپ سی وصل میشه، این طرفش از این میکرو چی، از این شارژر قدیمی ها میداره. و یه سوزن سیم کارت هم داره داخل خودش که هممون اینا رو گم کردیم. خوبه این اینجا باشه، چیز باحالیه. و حالا این چیه؟ آها، این هولدر گوشیه. اینو شما میذاری رو میز، گوشی تو اینجا میذاری، ازش استفاده میکنی. یه چیز دیگه که من خیلی باحال حال کردم، این سیم تایپ سیش بود. سیم تایپ سی به تایپ سی داره و حالا نحوه جمع شدنش هم خیلی باحاله. اینو یه بار میکشی، اینا به راحتی جمع میشن و میره این بغل. من به این نمره بیشتری میدم. به اون چند دادیم؟ فکر کنم 8 دادیم. من به این 9 میدم. این واقعا به کار میاد. من خودم خیلی جاها گیر کردم که نه شارژر داشتم، نه مثلا من لایتنینگ نیاز داشتم ولی تایپ سی داشتم. حالا اگه اینو داشته باشم به راحتی کار خودم رو انجام میدم. سوزن سیم کارتشو من از همه آیتماش بیشتر دوست داشتم چون خودم همیشه گیر میدم. خب بریم برای بعدی که بعدیمون این بطریه. این بطریه رو من امروز دیدم، خیلی ازش خوشم اومد. حالا الان میبینید خیلی کوچیکه، هیچ حجمی نداره. یه دونه اسپرسو تاش داخلش جا بشه. اینو شما میکشی، قشنگ میشه یه بطری. خیلی باحاله. من خودم با این خیلی حال کردم. ولی اگه بخوام بین اینا بهش نمره بدم، نمره 6 رو بهش میدم. خب اینا اون قبلیایی که دیدیم خیلی بهتر بودن، ولی خب اینم خیلی بکاره. اگه جای زیادی نیاز داشته باشی بزرگش میکنی، اگه هم کم باشه که کوچیک میکنی که جات هم نمیگیره. حالا مثلا شما یه آب میوه خوردی بعد داری برمیگردی، کیفت نمیخوای زیاد شلوغ بشه، اینو کوچیکش میکنی میذاری داخل کیفت. بریم برای محصول بعدی. این محصول ترازوه از برند گرین لاینه. یه ترازو خیلی باحالیه، دیدمش همینجوری که میبینید. میتونه چیزای مختلف رو وزن بکنه. تو آشپزخونه ها خیلی نیاز میشه. من خودم دیدم که تو آشپزخونه ها گیر میشن همه برای وزن کردن. حالا جدا از اون
توی مسافرت خیلی گیر میشن همه. شما فرض کن که بازم نمیشه. شما فرض کن که رفتی مسافرت، داری با هواپیما میری، میخوای چمدون تو وزن کنی. خب فکر کنم از 30 کیلو بیشتر نمیشه برد دیگه. با این به راحتی وزنش میکنی و موضوعی که وجود داره اصلا جاتو نمیگیره. اصلا جاتو نمیگیره. الان اینو باز کنم. چه پکینگ باحالی هم داره. پکینگش خیلی خوبه. و قبلی ها واقعا پکینگش بهتره. خب از این طرف یه دونه توش برگه داره که دفترچه راهنماشه. خب این خود ترازو است. شارژم نداره انگار. حیف شد. چجوری باز میشه این؟ نه باز شد. خب اینجا شدن پین داشت. بعد این پینه رو نکنید. اینجا شدن پین داره. بعد اینو فشار بدیم بعد بکشیمش. خب کیسه رو میندازین تو، چمدون تو، کیسه رو، هر چیزی رو، بعد در اینو میبندی اینطوری میذاریش. اینجاش نکن یه سنسور داره. این سنسور قشنگ میتونه وزن رو برای شما نگه داره. بعدم که روشن میکنی و وزن رو بهت نشون میده. چیز باحالیه. من باش حال کردم. خوبه. بکاره آقا، بکاره. من به این بخوام نمره بدم، شما هم تو کامنت ها حتما بنویسید. حالا این خوبی که داره، من خودم خیلی جا گیر کردم. مثلا تو مسافرت نه، ولی تو آشپزخونه خیلی گیر کردم که بخوام یه چیزی وزن کنم. برو بقالی، برو این بر اون بر، بده برای تو ترازو وزن میکنن. ولی این خیلی خوبه. به راحتی هم وزن میکنه. بخوام از این محصول بگم، من به این نمره 9.5 میدم. 10 ندم ولی 9.5 بهش میدم. اینش خوبه. کلون بکاره. من ازش خوشم اومد. خب محصول بعدی. این خیلی خوبه. اول بازش نکنم. واکن یه عینک آفتابی الان داری میبینی شما، ولی بازش میکنی این امو چشم منو خیلی گرفت. پکینگ خیلی قشنگی هم داره. این که داخلشه میذاریمش داخل. این کیف عینکه. کیف عینک رو باز میکنی، اینو در میاری، اینو میکشیم بیرون. خب یه عینک آفتابی داریم که تو روزایی که آفتاب میزنه راحتیم. نور آفتاب به چشمامون برخورد نمیکنه. حالا جدا از شوخی، نکتهش چیه به نظر شما؟ خیلی ترند شده بود تو فضای مجازی یه مدت. من خودم یکی افرادی بودم که با این خیلی حال میکردم و الان پیداش کردم. برند پروواندشش. کارشو بگم بهتون، این محصول هم عینکه هم ایرپاده. همینجوری که بخوام بهتون نشون بدم، همینجوری که میبینید این زیرا 2 دونه چی داره؟ میکروفون داره. این میره تو گوش شما قرار میگیره، برای شما موزیک پخش میکنه. حالا من خودم ایرپاد در گوشم، موزیک برای شما پخش میکنه. یا بدون اینکه بخوای تو گوشت ایرپادی چیزی بذاری که اذیتت بکنه. مخصوصا وقتی که عینک داری، میتونی به آهنگت گوش بدی، مکالمه بکنی. قابلیت مکالمه‌اش هم خیلی خوبه. این رو خودش میکروفون داره و به راحتی میتونی باش مکالمه بکنی. حالا من یه چیزی بهم گفتن که خودم باورم نمیشد. این محصول نویز کانسلیشن داره. یعنی موقعی که داری باش مکالمه انجام میدی، صدای محیط رو حذف میکنه. یعنی شما صدات هم میکروفون این خیلی راحت تر میره. حالا این موضوعش عجیب بود. من فکر نمی‌کردم نویز کانسلیشن داشته باشه، ولی داره و خیلی شیکه. من خودم باش حال کردم. بخوام بین این 5 تا محصول، یعنی این ساعت عزیزمون، این ترازو که بهش 9.5 دادیم و بطریمون و پک تمیز کننده و کیت شنکارمون نمره بدم، من به عینکمون 10 میدم، چون که واقعا کار را بندازه و یه چیز جدیده. حالا این محصولاتی که دیدیم تو آشپزخونه ما خیلی نیاز میشن، تو کیف ما نیاز میشن، تو جیب ما نیاز میشن و کار ما رو واقعا راحت‌تر میکنن.
ولی این عینک یه چیز Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang. جدیده. حالا شما خودتون نظرتون داخل کامنت ها بگید و اینم بگید که کدوم محصول ممکن میشه که زندگی شما راحت‌تر از قبل باشه. این اولین ویدئوی چنل ما بود. خوشحال میشیم که به کارتون اومده باشه و بتونیم در آینده ویدئوهای خیلی بهتری آماده بکنیم تا هم به شما کمک بکنیم هم به خودمون کمک بکنیم و در کنار شما با هم پیشرفت داشته باشیم تو حوزه تکنولوژی. حالا ما تو ویدئوهای بعدیمون ویدئوهای مقایسه داریم، مقایسه برندهای مختلف با هم دیگه، مقایسه تکنولوژی‌های مختلف با هم دیگه. حالا جلوتر رفته سری پروژه‌های جدید داریم که اونا رو فعلا نباید بهتون بگم و ما اینجا با هم دیگه متوجه میشیم که کدوم برندها تو چه دسته‌بندی‌ها از هم دیگه بهترن و موقع خرید کردن اون محصولات دیگه راحتیم، دیگه نمیخواد بریم آقا تحقیق کنیم، این کارو بکنیم، اون کارو بکنیم. سریع میتونیم کارا رو با هم دیگه جلو ببریم. و موضوع دیگه که وجود داره، سابسکرایب یادتون نره، کامنت حتما بذارید، خیلی کمکمون میکنه، اول کارمونه و خیلی خوشحال شدم که تا آخر ویدیو همراه ما بودید. خدا نگهدار.